نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی را دوستان جویا شدن که اتباع از یک مذهب از مذاهب اربعه در نزد علمای اهل سنت بر چه حکمی قرار گرفته. در مذهب احناف اتباع یک مذهب از مذاهب اربعه را واجب لغیره می دانند، یعنی واجبی که به خاطر یک سری مسائل خارجی علمای اعلام این را واجب قرار دادن. اینو در تعبیر دیگر واجب انتظامی هم میگن، یعنی برای اینکه امت اسلام را در حالت انتظام و بدور از سراسیمگی و اینکه جلوی یک سری از مفاسد گرفته بشه، این را میگن واجب انتظامی. و نظایر این در سنت هم وجود داره، نه تنها در مسئله اتباع از مذهب بلکه در چندین مسئله به نسبت این مسائل که مبادا امت اسلام در این گونه موارد به کار ناشایستی مبتلا بشه، به اعمال ناشایستی مبتلا بشه. اون چیزی را که جایز در قرون اولیه اسلام بوده، بعدا این موارد را ناجایز قرار دادن به خاطر انتظام و حفظ امت اسلامی. از جمله در مسئله قرائت قرآن در حدیث نبی خدا صلی الله علیه و سلم این مطلب صراحتا آمده که انزل القرآن علی 7 احرف، که این قرآن بر هفت قرائت یا بر همون 7 لهجه نازل شده. یعنی اصحاب کرام رضی الله عنهم در زمان نبی خدا صلی الله علیه و سلم این قرآن را بر 7 لهجه می‌خواندند. معنا چندان تغییری نداشته، مثل همین فارسی ما که به لهجه های مختلف ادا میشه، همینطور قرآن هم به لهجه های مختلف در بعضی از کلمات ادا میشده. و این طریق قرائت 7گانه در زمان نبی خدا صلی الله علیه و سلم و در زمان صدیق رضی الله عنه و فاروق رضی الله عنه و در اوایل خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه همینطور متداول در امت اسلام، همینطور معمول و دیگران همینطور به این عمل میکردن و قرآن را میخواندن. تا واقعی پیش میاد در همین آذربایجان ایران ما که بعضی از مسلمان ها که تازه به اسلام وارد شده بودن و از این بحث اختلاف قرائت ها و لهجه ها خبر نداشتن، شروع کردن به تکفیر همدیگر. اینجا بود که صحابه کرام رضی الله عنهم شخصی را مأمور میکنن میفرستن پیش حضرت عثمان رضی الله عنه و به نسبت این موضوع هشدار میدن. حضرت عثمان رضی الله عنه به نسبت این موضوع همون قرآنی را که در زمان صدیق رضی الله عنه نوشته شده بوده اون را تقاضا میکنن و با نظارت ابن مسعود رضی الله عنه، ابی ابن کعب رضی الله عنه و زید بن ثابت رضی الله عنه قرآنی را بر لهجه قریش دوباره در یک جلد می نویسند و همینطور از همون یک جلد هم 7 جلد را تهیه کرده و در اقصی نقاط جهان اسلامی این را میفرستند. و اون قرآن هایی که قبل از اون به لهجه های مختلف به زبان عربی قرآنی نوشته شده بوده، همه اینا را به مدینه منوره آورده و اینا را کلا معدوم میکنن، زیر خاک دفن میکنن، به دریا میاندازن. این موردش مشخص نیست در تاریخی، ولی نهایتا همه اینا را معدوم میکنن و امت اسلامی را ملزم به این قرار میدن که بله، من بعد باید شما فقط بر همین لهجه قریش باید قرآن بخونید. حالا دقت بکنید دوستان، اینو میگن واجب انتظامی، یعنی برای انتظام امت، برای حفظ امت از کدام نوع گمراهی که در آینده امت به طرف اون میخواد بره. اینجا یک موردی را اتخاذ کردن که بله، ما اینجا این چیزی که جایز بوده ناجایز قرار دادن تا مبادا امت اسلامی به گمراهی کشیده بشه. و این یک مورد از این گونه موارد هست. موارد دیگر هم هست، از جمله مثلا آمدن زنها به مساجد که در زمان نبی خدا صلی الله علیه و سلم این یک چیز معمولی بوده. خود نبی خدا صلی الله علیه و سلم از این مورد فرموده بودن که لا تمنعوا مع الله من المساجد، که شما زنها را از مساجد منع نکنید، بذار گذارینا به مسجد بیان. و این مورد خیلی یک چیز عادی بوده، زنها می آمدن به مسجد. و همینطور که نبی خدا صلی الله علیه و سلم به نسبت این موضوع تشویق کرده بودن و به نسبت این موضوع هم که زنها اگر در خانه نمازهای خودشون را بخوانن برای 25 برابر ثواب را هم همینطور نبی خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده بودن. حالا کسی می آمد در خانه میخوان و کسی می آمد در مسجد میخوان. اما بعدها فقهای اسلام
بنابراین اینکه حالات اسلامی و حالات جامعه اسلامی به نسبت خصوصا زنها عوض شده بود، این مورد را جلوگیری میکنن و اکثر فقهای امت اسلامی خصوصا در مذهب حنفی آمدن زنها به مساجد را ناجایز قرار میدن. امروز هم که بعضی از علما برای این موارد جوازی قرار دادن، اون هم تحت شرایط خاصی هست که باید اونا رعایت بشن، که باید راهش جداگانه باشه، با حجاب اسلامی باشه، بدون عطر این موارد باشه و با محرم خودش باید به مسجد بیاد. این گونه موارد را بعضی علما جواز دادن در این اصل، به خاطر یک سری مصلحت هایی که زنها صحبت خدا و رسول خدا را در جمع و جماعت بشنوند. فقط بس همینه. حالا بس فقهی اون بذارین سرجاش باشه. میخوام بگم که برای انتظام امت چیزهایی را که جایز بوده در زمان نبی خدا صلی الله علیه وسلم و در زمان خیر القرون، بعدا اینها را به خاطر انتظام امت ناجایز قرار دادن و جلوی این را گرفتن. دوستان گرامی، همینطور به نسبت تقلید از علما نیز دو نوع تقلید در زمان صحابه کرام رضی الله عنهم معمول بوده. بعضا بودن اشخاصی که فقط از یک عالم میپرسیدن و بر قول همون عالم مثلا عمل میکردن و حتی صراحتا در مقابل فتوای عالم دیگر ایستادگی میکردن که بله ما قول ابن عباس رضی الله عنهما را به خاطر قول فلانی رد نمیکنیم، قبول نمیکنیم. اینطور موارد هم در روایت ها و سیر اسلامی ثابت است که اصحاب کرام رضی الله عنهم، تابعین، تبع تابعین به نسبت فتوای یک شخص عمل میکردن و فتوای کسی دیگر را در مقابل او، چون که به نسبت علم این شخص اطمینان داشتن، قبول نمیکردن. و بله این مورد هم بوده در میان امت اسلامی که هر کسی از هر عالمی میپرسیده و اون موقع ها میپرسیدن به خاطر اینکه هر کدوم به درستتر عمل بکنن و هر کدوم که به تقوا نزدیکتر است به همون عمل بکنن و هر کدوم به همون مورد که بر نفسشون شاقتر و سنگین‌تر است به همون عمل بکنن. ولی بعدها همین چیز جائز را امت اسلامی، علمای امت اعلام امت اسلامی در قرون هفتم و هشتم ولی متوجه شدن که بله امروز امت اسلامی بلا نسبت شما، گروه شما شنوندگان به خواهش‌های نفسانی مبتلا شدن و هر کسی دنبال ساده تر هست که اون چیزی که موافق نفسش هست اون عمل بکنه و این که مثلا اون تقوای قدیم نمانده بود. لذا امت اسلام، علمای اعلام امت اسلام در قرن هفتم و هشتم در اینجا بود که اجماع کردند که بله در این مذاهب چهارگانه نباید خارج شد و بلکه بر یکی از مذاهب اربعه هم باید تابع بود. این چیزی بوده که قبلا بوده، ما اینو شک نداریم. در زمان نبی خدا صلی الله علیه و سلم، در زمان صحابه دیگه چیزی به نام مذهب که بله من مذهب حنفی و فلان مسائل نبوده، ولی بعداً این موارد علمای اعلام تأکید کردن که بله از این مذاهب اربعه و خصوصا از یک مذهب از مذاهب اربعه نباید خارج بشین. دوستان گرامی دقت بکنید، این فقط یک واجب انتظامی، واجب لغیره هست که برای انتظام امت این مورد به کار گرفته شده. مذهب برای ما دین نیست، منتها مذهب برای ما چارچوبی هست برای حفاظت دین ما که هر کس ناکس ما را با فتواهای خودش گول نزنه، هر کس ناکس ما را با فتواهای خودش به راه گمراهی نکشانه. چنان که ما متاسفانه امروزه در مورد همون دوستانی که به نسبت اتباع یک مذهب خودشون رو شل گرفتن، ما با چشمان خودمون داریم میبینیم که در خیلی از موارد از اون صراط مستقیم امت اسلامی متاسفانه خارج شدن و این دیگه واقعا گناه بزرگی هست. مثلا همین بحث تراویح را شما بگیرید، 20 رکعت تراویح در زمان نبی خدا صلی الله علیه و سلم که موقعی که چقدر خوانده شده بعدن تفاوت رای پیش آمده و خلاصه در زمان حضرت عمر رضی الله عنه برای مبنا که 20 رکعت باشه و تابعین امت همینطور بر این عمل کردن 1350 سال و دیر هیچ مسجدی از مساجد اهل سنت 8 رکعت قبل از این خوانده نشده. در کتابات تفاوت رای هست اما در میان امت اسلامی معمول بر همین بوده. ولی امروز دوستانی هستن که به نسبت این مسئله بر میگن 8 رکعته و دلیلش ما میگه حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها. ما میگیم امت اجماع کرده، در زمان فاروق اجماع شده، میگه که نه، حدیث از قول حضرت فاروق نعوذ بالله پناه بر خدا بالاتر هست. در این که شکی نیست که قول نبی خدا از همه قولها بالاتر است. اما چرا اونها این احادیثی که ظاهرا شما برام فتوا میدین عمل نکردن و بلکه بر چیز دیگر فتوا دادن؟ این واقعا جرأت بسیار بزرگیه. به نسبت خیلی از مسائل دیگر هم همینطوره که از اون مسیری که امت اسلامی هست متاسفانه بعضی از دوستان به خاطر عدم اتباع یک مذهب خارج شدن. مقصد ما چیه؟ واقعا مقصد ما خدا و رسول خدا، رضایت الله متعال، حصول کردن جنته. اگر شما بزرگوار تابع امام اعظم و دیگر مذاهب اربعه باشین و با پیرو همونها باشیم و عرضم حضور شما که
در مسیر همینا به جنت داخل بشیم، چه افتخاری بالاتر از اینه. ما که اگر واقعا دنبال ثواب هستیم، ثواب در سیرت و اتباع و اجتهاد همین بزرگان است. وقت متاسفانه کم شد، انشالله در این مورد توضیحات بعدی هم انشالله من خواهم داد. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.